Sana? Vay sana. Vay. Hayat şuraya, onun için ne böyle krem okuyayım? İra koşabi. Ma çay biyormuş mu kudak? Bozi kadar bir şey tarak kadar. Diga kor nadore. Yine kışlanma. İkuş. Düşmana o kimi kuş? Mardak diga kor nadore. Ne rozi daroz gudak bozi. Ay gudak bozi kardan da breynece kor bukove ya kor bukne. همه قیدگاه همونه بود که با تو من نصیحت کن خی ما شما را نصیحت نمیکنم نه که با شیشتن یگون چی میشود ایدم زندگی شیدن در کار کو ایدم زندگی دویدن در کار یگون کار یافتن در کار دویدیم مردم ای دویدیم نفس ما گیری بگو در مخی چیکار کنم در کجای کار بیرون براین کار بکنن اونجا مردی کاری از عروبکشی هسته اکو با ما عروبکشی کنیم خیلی تای پدزمکه برین بختیار اونجا دوخی میفروشه یک دوخی بگیرین میفروشن یا 10 سمان کار میکنین روزش ده بختیار؟ بله با توی بختیار را اینجا میشنسی؟ اخینم بختیاری همسایه به همون یاشیش کار میکنه روزی دراز بختیاری همسایه بختیار گو؟ بختیاره اینمی همسایه هسته کو من دوخی فروختن نمیتونم من دوخی دلرگی دارم خیلی توکای هم خیلی زندگی توکای اوتای من میارم و میخریم اکو با اوتال آوردگی رو مینت کردیستی؟ مینت نه روزی شبه که اوتای من نباشه چی کار میکنه؟ اوتال نباشه اجدادش میکنیم اومد دو رفتن میگیره زندگی دوخی ای دنیا بگذره چی؟ خیلی خدا دنیا نگذاره و دنیا که گذاشت بخواه من اوچه دسته اوه مردک با یگام چی لو ذکر من نیفتم ده بوجه‌ام که قوت ساخته شما رفتیم بازی کنیم وقتی عبه چی؟ بوجه ندارم من قطع خریم قطمه گرم نزم میشم با چی با؟ با چی با؟ کم با نکنه هست زبرت کنه خیزن کار بکنه اگر نزدیستم قطع خریم بگو که امیرم مطمئن آورده گمین هم مردک کمتر ناز کنه همیرم اوتای ما آورده که خوردسته در خانه همه چی تمام شده نمیدانم چی اوقات کنم یگان چی نمونده اشما را میگم قهر میکنه در گپای من یا خودی آورده گیشه بینی یه قدر خود آورده میگی گودال دو آورده زنه دختر لبه من که خود نمیخورم سیرم نه که یه کسی دو آوردی کم آورده خیره بین میگم که اتیورکا بیار با من قیچی میبیارم میگه گیرم میره سبیرت کن و با قیچی را سبیرت کنه میشه و ما بطور نیمت نباشم ما چخیلی سبیرت کنم همین زنک ده که دلی مرا گرفتم میگه من استوی میبل باشم زنک؟ زنک ها بیا آخی ها ای ناشم چی میگی؟ یه داوجه بیا اینجا آخی زنک با مرا من گفتم اتیارکا بیار قیچی آوردی من با این چی سبیرت میکنم سوس کدام بگی غمم نته آخی مزم نیست یا گبزنی را بی سوس کدن گید او چو کنه با مزه تا چند روزای گردام در کدستیان آخی گردو در میکنم ما چیکو کنه من اگه دکتر نباشم آخی برای دکتر دانی چون تخته آخی دکتر برام چی بگو؟ دکتر برای گو که بیا همون دیوانی گوده که ما رو سبیرت کن و دکتر میری انالیز میگیره انالیزات همه بینه کسال تا گام میزنه عجایب گام میزنی دکتر برام چی بگو راست میگی ها؟ راست میگم آخی خیلی پگه سهر میرم انالیزوم میسپرم برای همون بسپار کنی چی بلا داری چی بلا کدام بگی از یا اتیورکا میارم تا برای آخی اتیورکا را بیا سوس کردن گیر من اتیورکا را میبرم خیلی تو آوردن من موی سبیه میرم پس کردن گیرم
مسخره مکده دیگه در این خونه این خلیفه و همه چیزا اینجا پرستگی میگه این احساس کن خیلی این بیام میرم اما تقایی میگه بگم بزنم میبیو ساز میکنم خیلی ات پرنده با این روز کن سلام علیکم. و علیکم بر سلام. ممکن؟ به خواهد باشین. نه. سلام علیکم. سلام علیکم. من برای همون جوابی آنالیزم اومدم. اگر گفتین با پیش ما بود روی. آنالیزا. شما نام فامیلتون چی بود شما را؟ عزیزه فایزلی. عزیزه آنای اشمون دارم. خانم جون، این آنالیز شما ایتا نیپانما بسیار. خب آنالیز شما مواد مخکور شدگی نیست. گوش که اول همین روسی را یا ساز یاد بگیر. این فرقش چیزی آنالیزی متن مخکور میشه و نمیشه. این را جوابش باید برای چی ما بگه. آخه آنالیز شما بود آوارد سپاریدیم و آنالیز شما را دیدیم برو اومدیم نه که همین آنالیز مواد مخکور نشید. مرا گوش که همین آنالیزش همین پیشوا شما آنالیز میکنین یا میخرین که مخکورتون میشه و یا نمیشه. محمد جون بچم آسیم چند شدی تو؟ صنفی هفت. الان دیدی صنفی هفت شدی ما الان که خاطرم برم یه روزا صنفی دو بودی بچه کلان شدی اوکی بچم و تو که خانه همسایه میریم اوت ای باوخ یه بار میپرسی دو بار میپرسی این همینا که من اینجا شک شدن در خونه اینا حالا همینا خیلی او دوره من تا خیره هم از جاش احساس کردم ای در بچم جانم اوخی انا بچه همه اوتای اوخی کان تزن این سوس کاری من نمیگی که سوس کنم انا تمام او دیگه پرابلم نیست انا که همون خوککا رو میبیاریم اینجا بچم هم ترک سیمین کتی میشوره میگیریم این اونجا شکتور میکنیم تمام او زیباگی همه خوشروگی خونه خیلی ما او من خونه همسایه را بین چه خوشرو های اما هم نمیتونیم هم میرکنم مکنیم اتاق شما آره کی ده بیرون بچم دارا بین که بچه من رو گم میزنه بطره باشه بوده اینجا پرسته السلام علیکم. و علیکم السلام. کی در خونه تو؟ در خونه ما اوچا در کنه سه اوتات خونه ده؟ خونه فرد کیسه؟ تا دارا بیا زنک اومده شما رو فراد دارد زنه؟ چخوری زنه؟ اون زنک که همسایه ایپو کدام باش؟ یا زنک کتا ایپو تینجیه؟ تینجه السلام علیکم و علیکم السلام. شما در خونه میشینه؟ چهار باشو نمیبیانم میامتونه. بفهمیم اپا بخیر وقتی دونه اینجا نه نمیدرم. خیلی بدرم. کار دارم چهار باشید میبیام. نیستن در خونه شده نمیتونه. یک کس بیا یک گپ زنه. ببخشید اپا چی تینجیه اوخی؟ آخه چهار باشید میبیام میامتونه نمیامتونه. شده نمیتونه در خونه تو. اپا جان تینجیه اوخی چی؟ اینجا بشن انجا میامدم بسر شما. خیلی آروم شما این گپ زنیم چی گپه اوخی؟ فرزند کرده کو فرزند تو تربیه کنه فهمیده نگاه کنه دگ جو میگرده شاو نیسته روز نیسته دقتی کی میگرده یگم خبر داره که اینسا هوای دگ جو میگرده قتی کی میگرده جورای هوای کیه میدونه اوخی اپا جان ما همین یک دو فرزند داریم او کلونیش خواه خانده او این مایدکش من اینجا چی تینجه بخیره یکم تریزتون رو شکستن درتون رو شکستن کلونیش در خونه خواه میکنه شبی درست تا سهره ره میگرده ها روز در خونه خواه اپا آخی چیه شما در پیش خودتون هر گپ نگوین که هر یک گپ هر یک وقت یک آدم تهمت کردن دلیل در کار آخی چیه پیش خودتون اکا ما ای پیش خودم تهمت نمیکنم بچه که شوگر شد جورا باز شد نرکمان میشه الکش میشه عرق میشه سیگارت کش میشه پگاجاش ترمه میشه اپا خدا نشون نتیه ترمه را آخی ما نصیحت میکنیم ما وصیت میکنیم خانه در بچه ما کی میگه بچه من شو میگره من میگم خیلی کی میگه ای اپا تهمت نکو بهوده و بیهوده آدم که اگجا میدونی که بچه من شو من میگره دلیل دارم دلیلش قطعی گپ زدستم شاید اگجا میگرده آخی عجیب گام میزنی من میدونم دگجا میگرده بچه تون شبی درست در دیسکتیک میگرده در دیسکتیک ها کی میگه اپا من میگم من ای تهمت نکنی اپا کی دیده او را من میگم عجیب گام میزنی دختری ما دیده دختری ما هر شب